در 24مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که با حضور کشورهای عضو و ناظر روز پنجشنبه در شهر آستانه قزاقستان برگزار می شود، موضوعاتی چون ایجاد اجماع بین کشورهای عضو و ترویج صلح در جهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که فصل جدیدی از همکاری ها را در پی خواهد داشت. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همیشه به روح شانگهای اعتماد متقابل و منافع متقابل و توسعه مشترک پایبند بودند. اعضا به طور مشترک وحدت و اعتماد متقابل را ترویج کردند. از سوی دیگر یک دیپلمات روسی میگوید سازمان همکاری شانگهای و بریکس قادر به یافتن راه حل‌های جمعی قابل قبول متقابل هستند. اهمیت این دو سازمان در حال افزایش است، به طوری که میتوان صف طولانی از کشورهای مشتاق برای پیوستن به این دو سازمان مهم را مشاهده کرد. همچنین سفیر قزاقستان در چین گفته است در مدت زمان ریاست قزاقستان بر سازمان همکاری شانگهای نشست‌های مختلفی برای وزرا، کارشناسان و برخی مسئولان برگزار شد که در هم افزایی کشورهای عضو مؤثر بوده است. یک کارشناس شرق آسیا میگوید سازمان همکاری شانگهای نقش مهمی در ارتقای امنیت و توسعه منطقه‌ای داشته است. امسال اولین سالی است که ایران به عنوان عضو رسمی در این اجلاس حضور دارد. مشارکت ایران در این سازمان و سازوکار همکاری بریکس برای ایفای نقش بیشتر در همکاری‌های بین‌المللی، تقویت قدرت جهانی و بهبود ساختار حکمرانی جهانی کمک می‌کند. پس از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در آستانه پایتخت کشور قزاقستان، چین پس از 7 سال ریاست چرخشی سازمان همکاری شانگهای رو بر عهده خواهد گرفت. این در حالی است که دبیرخانه دائمی سازمان همکاری شانگهای در پکن مستقر است. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.